تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظیم. خدمت همه بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه ندای ایمان خوش آمدید میگویم. باز هم اهل ایمان مخاطب قرآن هستند. یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. هنگامی که ندا کرده می شود، هنگامی که شما صدا کرده می شوید، هنگامی که ندای الله اکبر بلند شد که الله از همه چیز بزرگتر هست و شما به طرف نماز جمعه دعوت شدید، شما تلاش کنید فاسعوا الی ذکر الله، بشتابید به سوی ذکر الله سبحانه و تعالی، که نماز خودش یاد الله سبحانه و تعالی هست. و ذروا البیع، و بیع و شرایی که دارید شما ترک کنید. دیگه این فرصت بیع و شرا نیست. شما حرکت کنید به سوی خدا و به سوی پروردگار عالم و بر راز و نیاز بشتابید. ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این برای شما خیلی بهترتر هست اگر شما بدانید. از اون فایده مادی چند افغانی یا چند بالآخر فلان و فلانی که شما به دست بیاورید، در حقیقت وقتی این را ترک می کنید و به طرف نماز جمعه می روید، خیر بزرگتری الله سبحانه و تعالی برای شما عطا می کند. در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی به صراحت کامل از نماز جمعه و از لحظات روز جمعه یادآور می شود. روز جمعه چگونه روزی است؟ به طور خلاصه و فشرده فضائل شب جمعه و روز جمعه. در احادیث زیاد پیرامون آداب و مستحبات روز جمعه، پیرامون فضائل روز جمعه و پیرامون احکامی که بر روز جمعه نهفته هست بیان شده. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند در نماز صبح روز جمعه باید که این 2 سوره کامل خوانده بشه. از جمله مستحبات هست، از جمله سنت هاست. در رکعت اول سوره الف لام میم سجده و در رکعت دوم سوره الانسان که رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز صبح روز جمعه این 2 سوره را کامل می‌خواندند. از نماز صبح احکام داره تا غروب آفتاب که در روایات آمده که لحظه نهفته هست در روز جمعه که انسان هر دعایی که و هر حاجتی که از الله سبحانه و تعالی طلب بکنه و بخواه، خداوند حاجتش را برآورده میکنه. علما میفرمایند که اون ساعت، بعضی گفتن وقتی که خطیب در بین خطبتین و در خطبه قرار میگیره و یا اینکه در وقت غروب آفتاب اون ساعت و ثانیه نهفته هست.
همچنین در حدیث آمده نماز جمعه کفاره یک هفته گناهان صغیره هست. در طول هفته هر انسانی که دچار گناه شده، گناه صغیره، این جمعه تا جمعه گذشته الله سبحانه و تعالی به برکت نماز جمعه کفاره گناهان هفتگی می شود. و همچنین در احادیث آمده که روز جمعه سید الایام هست، روز جمعه خیر الایام هست، روز جمعه عید هفتگی مسلمین هست. مسلمان ها در سال 2 عید دارن و در هر هفته یک عید که او روز جمعه هست. و همچنین درود خواندن، در جلسه گذشته فضائل درود رو گفتیم. درود خواندن هر وقت ثواب داره، در روز جمعه ثواب خاص خود را داره که در روایات آمده است. همچنین ثواب رفتن به این که شخص اول به نماز جمعه داخل مسجد داخل بشه، فضائل آمده که به دروازه های مسجد ملائکه استاده هستند، بر او دعا میکنن و کسی که اول داخل مسجد شد اجر و پاداشش به اندازه اینکه یک شتر در راه الله صدقه کرده باشه، و شخص دوم و بالاخره به همان طور بقر آمده و بالاخره شتر و گو و گوسفند و اینها هر کدام فضائل روز جمعه را نشان میدهد. و همچنین در روز جمعه از جمله فضائل و برکاتی که بیان شده این که موت در شب جمعه و یا در روز جمعه، کسی که در شب جمعه و یا روز جمعه بمیره مثل از فتنه عذاب قبر محفوظ میمانه. چی نعمت عظیم و بزرگی که الله سبحانه و تعالی این نعمت را شامل حال انسانهای خوش اعمال میگردانه، که انسانهایی که اعمال صالحه دارن، انسانهایی که واقعا انسانهای شایسته هستن، وقتی که در شب جمعه او انسانی که اعمال صالحه داره در شب جمعه و روز جمعه بمیره از فتنه عذاب قبر محفوظ هست. همچنین تجلی پروردگار عالم در جنت در روز جمعه هست. وقتی الله برای اهل ایمان میگه یا ایها الذین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، هنگامی که در روز جمعه اهل ایمان شما را صدا زده شد و ندا داده شد، شما بشتابید به سوی ذکر الله سبحانه و تعالی. و همچنین در روز جمعه خواندن سوره کهف فضائل و اجر عظیمی داره. و همچنین در روایات آمده ولا تقوم الساعه الا فی یوم الجمعه، قیامت برپا نمی شود مگر روز جمعه. پس همه این آیات، همه این احادیث، همه این فضائل، همه این برکات در روز جمعه نهفته هست. از همه مهمتر که روز جمعه در ابتدا هم اشاره کردم ساعت و ثانیه نهفته هست که دعا قبول می شود. روز جمعه یعنی روز دعا، روز نیایش با پروردگار عالم. ولی امروز متاسفانه که خیلی از انسانها روز جمعه را فقط برای عیش و شادی و خوشگذرانی او را اختصاص دادن. در طول هفته مصروف دنیا، روز جمعه را هم مصروف شادی و خوشگذرانی و به اینها. اما نمیگم شما در روز جمعه به تفریح نروید، نمیگویم شما در روز جمعه فرحت و خوشحالی نداشته باشید، ولی نماز جمعه را فراموش نکنید. اگر کسی بدون عذر 2 هفته نماز جمعه را پی در پی قضا میکنه، بسیار عواقب خطرناک داره. حتی بعضی روایات 2 هفته، بعضی روایات 3 هفته. اگر قصداً کسی نماز جمعه را قضا کرد، اسمش به لیست منافقین نوشته می شود. قرآن اشاره می کند
اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلكم خیر لكم ان کنتم تعلمون. ادامه آیه میفرمایه فاذا قضیت الصلاة فانتشروا. نماز جمعه را که خواندید، نماز جمعه را ادا کردید، فانتشروا، منتشر شوید در روی زمین، منتشر شوید، بروید دنبال کار، معامله، تجارت، بالاخره اشکالی نداره. اما این که از ابتدای روز جمعه تا به انتها بروید به تفریح و به این طرف و آن طرف نماز جمعه را قضا کنید، در حقیقت ضایعه بزرگ برای شما صورت گرفته و چیز عظیم و بزرگی از پیش شما فوت شده. خدای تبارک و تعالی بر ما توفیق بده که ما روز جمعه را که سید الایام هست، خیر الایام هست، عید مسلمین هست، روز جمعه روزیه که میبینیم طرف نماز جمعه میریم غسل کن، عطر بزن و بالاخره عطر برای مردها هست نه برای زنها، حرکت بکن با تسبیح، با تهلیل، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، با تواضع، فروتنی، بالاخره برو به خانه الله سبحانه و تعالی، خطبه را گوش بکن، صحبت ها را گوش بکن، الله را سجده بکن. اینها همه چیزهایی است که الله میفرماید ذلكم خیر لكم ان کنتم تعلمون. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. این بیع را ترک بکن، بیا تجارت را شروع بکن که او تجارت در حقیقت فایده مندی دنیا و آخرت هست. خدای تبارک و تعالی بر ما توفیق بده که قدر روزها و ساعتها و ثانیه های زندگی خود را بدانیم، خصوصا از زمانهای مبارکه که فرصتهای طلایی است و مکانهای مبارکه که فرصتهای طلایی است. زمان مثل روز جمعه و مکان، بهترین مکان مسجد. از این زمانها و مکانها استفاده درستی بنمایید. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالى وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان.